در هزار توی تاریکی طبقات، خانواده‌ای به امید رهایی از تاریکی سفری پرمخاطره رو آغاز میکنن. سفری که شما رو مجذوب خودش میکنه، اما در این حال کابوسی هولناک رو در ذهنتون به یادگار میذارن. سلام و درود، خوش آمدید به کانال سینما زندگی. امروز با هم به سراغ یکی از شاهکارهای سینمای جهان، یعنی فیلم پاراسایت یا انگل ساخته بونگ جونگ هو میریم. فیلمی که در سال 2019 سر و صدای زیادی به پا کرد و جوایز معتبر زیادی رو از آن خودش کرد. اما فیلم انگل چه داستانی رو روایت میکنه که تا این حد مورد تحسین قرار گرفته؟ در این ویدیو با هم به اعماق این فیلم پرفراز و نشیب سفر میکنیم و خلاصه داستان این فیلم رو با هم مرور خواهیم کرد و در ادامه به بررسی و تحلیل این فیلم جذاب خواهیم پرداخت. پس آماده یک سفر هیجان انگیز به دنیای پاراسایت باشید. همانطور که بونگ جونگ هو کارگردان این فیلم میگه که این فیلم داستانی درباره خانواده و تضاد طبقاتی هست، اما چه رازهایی در اعماق تاریک داستان این فیلم نهفته؟ در ادامه با هم به سفری در دنیای این شاهکار سینمایی میریم و بدون اسپویل لایه‌های مختلف این داستان پیچیده رو بررسی میکنیم. فیلم انگل داستان دو خانواده با وضعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کاملا متفاوت رو روایت میکنه. تصویری گزنده و تأمل برانگیز از تضاد طبقاتی در جامعه مدرن. در یک سوی این تضاد خانواده کیم رو میبینیم که در زیرزمینی نمور و تاریک زندگی میکنند و برای گذران زندگی مجبور به انجام کارهای طاقت فرسا و گاه حقارت آمیز هستند، و در سوی دیگه خانواده پارک قرار داره که در عمارتی مجلل و با شکوه زندگی میکنند و از ثروت و رفاه بی حد و حصری برخوردارند. آشنایی کیوو پسر خانواده کیم با دختر خانواده پارک از طریق دوست کیوو دریچه‌ای به سوی دنیای ناشناخته و وسوسه انگیز رو به روی او و خانواده‌اش باز میکنه. کیوو با هوش و ذکاوتش به تدریج دیگر اعضای خانواده‌اش رو برای کار در عمارت پارک استخدام میکنه، اما این نفوذ تدریجی به مثابه ورود انگلی به بدن میزبان سرآغازی برای اتفاقاتی هولناک و غیرقابل پیش بینیه. فیلم انگل در لایه‌های مختلف به نقد و بررسی نابرابری اقتصادی، فقر و تبعیض طبقاتی میپردازه. بونگ جونگ هو با ظرافت و دقت تضادهای موجود بین دو خانواده رو به تصویر میکشه و به مخاطب اجازه میده تا به عمق این معضلات اجتماعی پی ببرند. فیلم انگل تنها یک نقد اجتماعی نیست، بلکه یک پیشنمایش هیجان انگیز و پر از رمز و راز هستش که تا لحظه آخر شما رو مجذوب خودش میکنه. علاوه بر نقد اجتماعی، فیلم انگل لایه‌های دیگری از معنا رو در خودش جا داده. میتوان انگل رو به عنوان تمثیلی از تقابل خیر و شر یا به عنوان استعاری از رابطه استعمارگر و استعمار شونده نیز تفسیر کرد. فیلم انگل به واسطه پرداختن به مضامین جهانی و ساختاری قوی به اثری ماندگار در تاریخ سینما تبدیل شد. در ادامه از زوایای مختلف این فیلم از جمله بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. در ابتدا بپردازیم به نقد و بررسی بازیگری. فیلم انگل فراتر از یک فیلم معمولی، یک شاهکار در عرصه بازیگری به حساب میاد. هر یک از اعضای گروه بازیگران اجرایی ظریف و قدرتمندی رو ارائه میدن که کل تجربه فیلم رو ارتقا میدن. سونگ کانگ هو در نقش پدر خانواده کیم با ظرافتی قابل توجه نمایانگر ناامیدی پنهان و هوش حیله‌گرانه است. او شخصیتی چند لایه رو به تصویر میکشه که هم عمق عشق او به خانواده‌اش رو به نمایش میذاره، هم نشون میده که برای بقای خانواده تا چه حد حاضر پیش بره. جانگ هیه جین در نقش مادر مبتکر خانواده به همون اندازه تاثیرگذاره. او لمسی از تأثیر سیاه و عزم راسخ رو به نقش میاره و بر قدرت و انعطاف پذیری لازم برای
گذر از فقر تاکید میکنه. بازیگران نقش مکمل هم درخشش خیره کننده ای دارند. چو یو جونگ، مادر خانواده پارک، بیخبری و سادگی خودشو با ترکیبی از معصومیت و امتیاز طبقاتی به تصویر میکشه. پارک سو اجرای دلنشین از یک دختر یاغی رو ارائه میده و چوی وو نقش پسری که بین این دو دنیا گیر کرده با جذابیت ایفا میکنه. هر بازیگری به طور کامل در نقش خودش فرو میره و یک بازیگری باورپذیر و عمیقاً تأثیرگذار رو خلق میکنه. درخشش جمعی اونا گواهی بر کارگردانی استثنایی بونگ جونگ هو در هدایت اجراهاست. در ادامه به نقد و بررسی کارگردانی فیلم انگل خواهیم پرداخت. بونگ جونگ هو در فیلم انگل با ظرافت و دقت داستانی عمیق و تکان دهنده رو به یادگار گذاشت. کارگردانی او در این فیلم در زوایای مختلف قابل تحسینه. قاب‌بندی و حرکات دوربین، تدوین، استفاده از نمادها و سمبولها، هدایت بازیگران و خلق فضایی پر از تنش و رمز و راز از هنرهای او در این فیلم. بونگ جونگ هو از قاب‌بندی‌های دقیق و حساب شده استفاده میکنه که به زیبایی و تاثیرگذاری تصاویر کمک میکنه. او همچنین حرکات دوربین رو در خدمت داستان و خلق فضای پر از تنش و رمز و راز قرار میده که به پویایی و جذابیت فیلم کمک میکنه. تدوین فیلم بسیار ماهرانه و دقیقه و ریتم فیلم به خوبی کنترل شده و مخاطب رو تا لحظه آخر مجذوب خودش میکنه. بونگ جونگ هو در فیلم انگل از نمادها و سمبولهای متعددی استفاده میکنه تا بتونه عمق و غنای فیلم رو افزایش بده. این نمادها و سمبولها به مخاطب اجازه میده تا تفاسیر متعددی از فیلم داشته باشه. همانطور که گفتیم بازی‌های فیلم در سطح بسیار بالایی قرار داره و این نشان دهنده مهارت کارگردان در هدایت بازیگران و خلق شخصیت‌های باورپذیر و جذابه. در مجموع او با ظرافت و دقت داستانی عمیق و تکان دهنده رو به تصویر میکشه و مخاطبش رو به تأمل در مضامین مهمی مانند نابرابری‌های اجتماعی و پیامدهای اون وامی داره. بریم سراغ بررسی فیلمنامه و یک جنبندی مختصر و این ویدیو رو به پایان برسونیم. فیلمنامه انگل به قلم بونگ جونگ هو و هان جین وون از ساختاری دقیق و حساب شده‌ای برخورداره. داستان فیلم به تدریج و ظریف پیش میره و پیچش‌های داستانی به موقع و غافلگیر کننده هستند و موجب جذابیت فیلم میشن. دیالوگاش بسیار دقیق و حساب شده نوشته شده و به شخصیت پردازی و پیشبرد داستان کمک میکنه و در عین حال حامل بار معنایی عمیقی هست. فیلم انگل به مضامین مهمی مانند نابرابری‌های اجتماعی، فقر و تبعیض طبقاتی میپردازه. پرداختن به این مضامین به افزایش عمق و غنای فیلم کمک بسیاری میکنه و مخاطب رو به تأمل وامی داره. بریم به سراغ جنبندی. انگل اثری قوی و تحسین برانگیز با داستانی جذاب، کارگردانی قوی، بازی‌های درخشان و مضامین عمیق، اثری تحسین برانگیز و ماندگار در تاریخ سینماست. با وجود برخی از نقاط ضعف مانند قابل پیش بینی بودن برخی از اتفاقات و عدم پرداخت کافی به برخی از شخصیت‌ها، نقاط قوت به مراتب بیشتر از نقاط ضعف برخورداره. من فیلم انگل رو اثری بسیار قوی و تحسین برانگیز میدونم. این فیلم از معدود فیلماییه که بعد از تماشای اون تا مدت‌ها تو ذهنتون میمونه و به شدت تماشای این فیلم رو به کسایی که خصوصا به فیلم‌های اجتماعی علاقه دارن توصیه میکنم. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. با این کارتون به من در ادامه تولید محتوا کمک خواهید کرد. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه.